کجا برسن؟ از داخلش. از کجا؟ چی مشکل بوده؟ کار دبرو کده اینو نکن. درست است. با نمو تو زده میشه دو چند قیدت میشه. درست است. بره داخل برو با نمو تا برخوش. نرگس فرار منزل است 7 سال قیدش است. اینجا همه چیزای حکم فیصله محکمه و نهاییش است. فوزیه هم فرار منزل است 10 سال قیدش است. صدیقه جرم قتل است 18 سال. نجیبه فرار منزل است 10 سال قیدش است. در پکم 100 روپیه 1 کیلو گوشت یا 1.5 میلیون 1 کیلو گوشت دادم میاره. اما قرار هم ندارن که باش همین بندی است همین بی پایواز از کجا میکنه؟ خورده به خدا به قرار زدمش کنم چی کنم افسوس سلام میکنی بسن من چرا خم میزنی منو برو پشتی یکی دیگه دانه که برو ما پشتی نکنم میرم تو برداشت میزنم جانت بکش من پاره از زدن نمیتونم میفهم یا نه پاره از زدن نمیتونم راحت کی تعداد زنها هم از اینجا اونا قوی ترین رکن مابست یا مابستداری را زنها که چند نفر منصبدارای زنها هستن اینجا اینا انجام میتن و اینا باور بکو که این بار 400-500 نفره که ما شما داریم مرد 500-600 نفره موضوعش علاید است 40 نفر زن که پیش ما محبوس است و اینا موضوعشون علاید. سیما 16 سال قیدش است فرار منزل است. اگر این دفعه پای خود خطا منه به خدا در خانه کرده باشید تو بولکش میکنم این خانم خدا. اگر این دفعه بدون اجازه من حرکت کنه بفهمی که کل افغانستان رو پشت باشه در هر خانه باشه مثل طالب بریم پجاری میکنم میره پای میبرم. تو برند بگو بفهمم بگو دیگه اشتباه نمیکنم. گفتم دیگه اشتباهی نمیشه. باید برم دیگه زندگی خانه و اولاد من نگاه کرد بشینم. هر اشتباهی که شده دیگه باید شیما بگم. سر بسته میکرد دست و پای مرا قلب میزد دیگه خانه مینداخت همراه کیبل میزد تا که انسان جبر نشه تا که یگان بشار سرش نبیه هیچ وقت زندگی آرام خانه را اولاد علاقه دوماد پست من بود از فرار کردم دوماد پست من بود 10 سال قیدم دارم شد تا قید ما پوره میشه این کمرای من بیرون میره اینقدر دوستم میمونم کل زندگی رو برای پسر بدم